سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم با یک ویدیوی دیگه. تو این ویدیو ما قصد داریم راجع به جنگ رسانه‌ای صحبت بکنیم. جنگی که به نظر من تو این چندین سال گذشته همیشه دشمن دست برتر داشته. همیشه خدا دست برتر داشته. اثراتش هم خود من و شما میدونیم. شاید اصلا خیلی‌ها الان طرف کشورشون هستن، طرف رهبرشون هستن، میگن بله ما تقریبا مثلا قبل از جنگ حالا ما فلان میکردیم بهملان، الان دیگه مثلا آگاه شدیم که به چه صورتی هستش. یعنی شاید ما تو جنگ رسانه‌ای قافیه را کلا باختیم. یعنی همیشه خدا این شکلی بوده. جنگ رخ داد، ملت فهمیدن کی دوستشونه کی دشمنشونه. کامل اینا رو فهمیدن، تفکیک کردن از هم دیگه. به نوعی تو اینستاگرام فضای مجازی عنوان میشد به تست حلال زادگی. کسایی که سمت کشورشون بودن گفتن حلال زاده، کسایی که اون سمت بودن گفتن حرام زاده. درسته؟ یعنی مشخص شد مرز بین وطن پرست و اون بی غیرت مشخص شد دیگه. درسته؟ حالا که به نظر من جامعه یک تکونی به خودش داد تو این موضوع. به نظر من جنگ فقط بدی نبود، جنگ خوبی خودش هم داشتش. باعث شد بسیاری از مردم ما آگاه بشن اینجای کار. حالا که به این نقطه رسیدیم باید 2 برابر کنیم تلاشمون رو تو حوزه رسانه. تو حوزه رسانه، اینستاگرام، نمیدونم تلگرام، شبکه‌های داخلی فلان، یعنی توانمون رو باید 2 برابر بکنیم. نشینیم گوش صحبت فقط بین فک و فامیلامون صحبت بکنیم. اگر یک رسانه کوچکی داری مثل اینستاگرامی، مثل کانال تلگرامی فلان اینجور حرفا، باش از وطن دفاع کن. اینجای کار بذار بزننت، بذار بزننت، عیبی نداره، کیف کن. بذار بزننت، بذار از رهبر دفاع میکنی بزننت. کی دیگه میخواست بیاد غیر از مثلا رهبری آیت الله خامنه‌ای؟ کی دیگه غیر از اون میتونست این وضعیت ها جمع بکنه، ازش دفاع کنه اینجای کار؟ کمان که خیلی هامون وارد شدیم، خیلی هامون وارد این معرکه شدیم و داریم میجنگیم. بسیاری از زنان این مملکت، دختران این مملکت الان تو شبکه‌های مجازیشون دارن دفاع میکنن از نام مقدس ایران، دفاع میکنن از رهبری ایران. اصلا حجاب طرف نداره اینجای کار. میخوایم چند تا ویدیو رو هم بررسی میکنیم، ولی در کل دوست داریم که آقا دیگه اون موضوعات قدیمی بذاریم کنار، این تفرقه و نفاق که وجود داشت سر چیزای الکی بذاریم کنار، پشت کشورمون وایسیم، خودمون درست میکنیم کشورمون. درسته؟ این بریم یه سری ویدیو ببینیم. ویدیو اول راجع به سلبریتی ها هستش که حالا تو کلیپ مشخص هستش. تو در صفحه اینستاگرامی با مخاطب میلیونی میتونی تأثیر میلیونی داشته خیلی متاسفم، امیدوارم که مجبور نشین که یوتیوب طبیعتا حذف نمی‌کنی. میگه خانم رهنما، میگه اونایی که دوست ندارن اتحاد ملت رو ببینن زورشون زیاده. من میگم نیست، ما نشستیم داریم نگاه میکنیم. و آقای واشقانی هم میگه که بله مثلا ایشون هم مثلا نقد میکنه که آقا اونا زورشون زیاد نیست، ما کاری نمیکنیم اینجا. درسته؟ خیلی زور اونایی که میخوان ملت ایران با هم متحد نباشن زیاده، خیلی زیاده، از داخل و خارج. اصلا زور من نمیشه. من این وسط له میشم، بچم له میشه، مادر پیرم که قلبش ناراحته له میشه. پس میترسی؟ نه، تاثیر نداره. من میگم که اگر من بترسم در تنهایی خودم، اگر تو بگی ولش کن من که زورم نمیرسه، اونم بگه بابا بی تأثیریم، اونم بگه زور اونها زیاده، پس ما همدیگر رو پیدا نمی کنیم. من بگم من نمیتونم، تو بگی منم نمیتونم، منم فلانه بهملانه، نمیتونیم. واقعا ما نشستیم توی خونه، اون دشمن داره کار خودشو میکنه. درسته؟ داره آیه یأس و ناامیدی و فلان اینجور حرفا سر من و شما میکوبونه. درسته؟ وقتی من و تو نشستیم توی خونه هیچ کاری نمیکنیم، خب میشه فضای مجازی پر از مواردی که اونا دارن میگن و شما نمیتونید پیدا بکنید. اینجا حرف کاملا درسته. شما یه دونه پیج داری، فلان داری، اصلا اگر هم نتونستی تو فضای مجازی مثلا این بکنی، حداقل تو فضای مثلا بصری یا دیداری بتون حرفت رو بکرسی، چون بتون دفاع بکن. میگن مثلا شاید
بارها شده توی یک جمع رفتی اکثریت مثلا ضد نظامن، میترسی وارد بشی، میترسی عقایدت رو به زبون بیاری، میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، که این کاملا اشتباه از بیخ. نه، باید داد بزنی، فریاد بزنی، حرفت رو به کرسی بنشونی. اگر حرفت حقه، حرف حق جواب نداره عزیز من. این هم از آقای واشقانی. حالا سلبریتی، بحث سلبریتی ها، خیلی از مردم پای کار اومدن. خیلی هاتون احتمالا تو اینستاگرام دیدیم. میخوام یه سری کلیپ با هم بذاریم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. مردم خودجوش میان عقایدشون رو به زبون میارند و این خیلی تاثیر داره. این خیلی از قشر خاکستری جامعه همچین کاری رو انجام بده خیلی تاثیر داره. کلیپ‌ها رو با هم ببینیم. آقا دورت بگردم، آقا من نوکرتم، آقا قربون چشات برم سیدی سالار. چی میشه که لیاقت این ابهت تو رو داشته باشه؟ چه کلمه الان میتونه قربونت برم تو رو توصیف کنه برای تو استواری، تو سربلند. این کلیپ یه خانم بی‌حجاب خارج از کشور، اون میگفت مثلا کسایی که خارج از کشورن همه ضد نظام‌اندار، یه نفرشون ایشونه. برعکس در درسته؟ کلی از آدم ها زیاد هستن و خیلی هم طرفدار ما خارج از کشور داریم، ولی میگن نمیشه فلان، از اینجا ترس دارن. آقا بیا جلو، در فریاد بزن، 20 نفر 100 نفر آنفالوت میکنن، بزن آنفالوت بکنن، طوری نیست. ولی وقتی بفهمن اکثریت شما داری حرف حق رو میزنی، پشت شما رو میگیرن. اینجای کار شما به میهن خیانت نمی‌کنی. حالا من نمیگم آقا اصلا تو بیا مثلا کلیپ خامنه‌ای بذار، نه نمیخواد بذاری. تو برو از ایران دفاع کن، از اسم دفاع کن، ضد اسرائیل باش، بزن تو دهن اسرائیل. تو به چه حقی حمله کردی؟ من نمیگم مثلا از خامنه‌ای اصلا تعریف بگم، ولش کن. اگر قبولش نداری، از ایرانت را که قبول داری، که این جنگ را که محکوم میکنی، که بزن تو سر اسرائیل. ویدیوی دیگه. من خودم جزو شعارهای همون نغزه نه لبنان جانم فدای ایران و از این داستانا بودم. از تیپ و ظاهر من کاملا مشخصه که من نه به جای وصلم نه چیزی. دارم مثل یه شهروند عادی صحبت می‌کنم. این نگرش من بود. ببین رسانه‌های واقعا میگم خارجی برای شستشو دادن مغز عالیان. به ما چی گفته بودن؟ سردار سلیمانی بله وقتی هم که آمریکا ایشون رو ترور کردن، من جزو کسانی بودم که واقعا بی‌تفاوت بودم. اصلا گفتم کی هستن؟ الان میفهمم که چرا ایشون میگفتن که ما داریم توی سوریه عراق می‌جنگیم تا این جنگ وارد ایران نشه. من این این یک کلیپ دیگه، طرف که عقایدش رو به زبون میاره، ترسی هم نداره. شاید مثلا داره مصاحبه میکنه فلان اینجا، کار نداریم به، ولی عقایدش رو داره به زبون میاره، داره میگه که آقا من یه زمانی اعتقاد نداشتم، الان دارم مثلا میرسم به این مفهوم که چرا ما داشتیم حمایت میکردیم اینجای کار. بعضی دوستان آقا ما شاید نتونیم بیان جلو دوربین صحبت بکنیم، موردی نیست، همین صحبت ها رو بازنشر کنید، یعنی بفرستید اینور و اونور برای هم دیگه، توی کانالت مثلا بازنشر بکنید، بذارین ببینن ملت، بذارین ببینن این اتحاد و همبستگی رو، این آگاهی که ملت دارن بهش میرسن، بذارین ببینند. ویدیوی دیگه با هم ببینیم. اون سگ زرد نمیتونه ما رو بترسونه. ما ایرانی هستیم، ما آریایی هستیم، ما تمدن داریم. از سگ زرد و از اون آدم کودکاش به هیچ وجه نمیترسیم. ما باشه رهبرمون آیت الله سید علی خامنه ای میسیم تا پای جون تا آخرین قطره خون. یه خانم دهه 80 هستش، حالا آدرس اینستاگرامش بالای اون ویدیو نوشته شده، یعنی داره همچنان فعالیت میکنه توی هیته، توی این حوزه، عقایدش رو میگه و دفاع میکنه بابتش. یعنی فقط این مصاحبهش نیست، مصاحبه‌های دیگه داره، مثلا صحبت‌های دیگه داره که توی اینستاگرامش داره نشر میده. این داره به نحوی این شکلی کار میکنه و چقدر هم خانوم هامون وارد ماجرا شدن، یعنی آقایون نشستن کنار، اکثرا خانوم ها اومدن جلو. خیلی جالبه. اینا که زمانی میگفتن آقا نمیدونم خامنه ای ضد زنه و فلان اینجور حرفا، خانوم ها میان جلو. ببین یعنی جنگ بدیای خودش داشت ولی محبت هم داشت اینجای کار. ویدیو دیگه هم ببینیم. خامنه ای توهم برات نداره، ما تو رو نمیخوایم، ما پهلوی رو میخوایم، ما نمیخوایم شهروند جمهوری باشیم،
ما میخوایم مثل زمان پهلوی رعیت باشیم. ما نمیخوایم کابوس آمریکایی ها باشیم. ما میخوایم مثل زمان پهلوی طبق کاپیتولاسیون یا همون قرارداد تسلیم کمتر از سگ‌های آمریکایی باشیم. فهمیدی چی شد؟ این هم یه سبک دیگه است. یه سبک تضاده. تو ویدیو اول میگه نمیخوایم، بعد یه جوری صحبت میکنه که اصلا انگار واقعا حرفش برعکس، یعنی میخوایم تو رو، مثلا خامنه ای تو رو میخوایم، شما مثلا کلی فلان آوردی، بهمنان آوردی، از اینجور حرفا. این هم یه سبکه. ایشون هم پیجشون هست توی صفحه، میتونید بزنی، هنوز داره ادامه میده اینجای کار. یعنی به نظرم بعد از جنگ این ویدیو ساختن ها به شدت زیاد شد راجع به میهن و انقلاب و رهبری آیت الله خامنه ای. پر از این صحبت هاست و خیلی خوبه و باید بیشتر رو بکنیم. تعدادمون هنوز کمه. باید بیان جلو ملت. آقا شما میگم نمیتونی کار بکنی، نمیتونی جلو دوربین بیای، باز نشر بکن این حرفا رو. توی پیج خودت بذار هر چی دلشون خواست. یه سری بالاخره ببینید ما مثلا افرادی نیستیم که همه یه سبک دیدگاه داشته باشیم، همه همدیگه رو قبول داشته باشیم، نظرات همدیگه رو. مشکلات داریم، یعنی از این لحاظ که اختلافات ما داریم اینجای کار. پس همچین اتفاقات پیش میاد که آنفالوت کنن، فوشت بدن، فلان بذار بکنن، راحت باشه. یک ویدیوی دیگه آخرام با هم ببینیم. حالا از ما خدمت دوستان، ما با یه نفر تو ایران نشسته بودم، ایران بودن داشتم رانندگی می‌کردیم تو اسنپ و صحبت سیاسی و فلان بهمان شد. گفتم حالا یه چیز بهتون بگم، به همینجوری میگفتم. گفتم ببین منم بچه بودم تو همین اروپا که بزرگ شده بودم، انقدر مغز ما رو استعمال کرده بودن و حرفای بد در مورد آخوندا و فلان و بهمان می‌زدن که من خودم تا سالیان سال عکس خامنه ای رو می‌دیدم اصلا با گوش نمیدادم. گفتم جان مادرت. اینو 3 سال پیشم گفتم تو ویدیو قبل از این پیجام بزنم. گفتم یه روز بشین، من همین کارو کردم. یه روز نشستم گفتم آقا ببینم این چی میگه این مرد. فارغ از حرفای بسم الله الرحمن الرحیمش و اسلامیش، ببینم این چی داره بگه. یه بار این کارو بکن. حتی اگر از تصویرش مغزتو استعمال کردن دوست نداری نگاه کنی، گوش بده ببین چی میگه. گفتم میدونی چی گفت و چی فهمیدم؟ گفت چی؟ گفتم از این ایرانی تر ما نداریم. آقا میگه باید خودکفا باشیم. دشمن رو شناخته من تایید میکنم. چون خب این هم یک ویدیوی دیگه اومده عقاید خودش رو به زبون آورده. اومده گفت آقا ولش کن، یک بار بدون تعصب مثلا بشینید سخنان رهبری رو گوش بکنید. اصلا آیش و اینا رو، اصلا شما اسلام رو قبول ندارید، اسلامش رو بذارید جلو. معمولا اوایل ویدیو حالا راجع به مباحث دینی صحبت میکنن، بذار جلو. به مباحث سیاسیش که رسیدید گوش کنید اینجای کار، به مباحث اقتصادی رسیدید گوش کنید، به مباحث فرهنگی رسیدید گوش کنید اینجای کار. درسته؟ داره عقایدش رو به زبون میاره اینجای کار. شما هم باید وارد این معرکه بشید. ببینید من میگم جنگ پر از بدبختی و گرفتاری بود شاید برای مردم ما، ولی محبت داشتش. مردم پشت هم، نباید این اعتقادی که به وجود اومده اینجای کار از بین بره. دشمن دنبال همین میگرده. مبادا روز دوباره برسه که ملت به سمت اینترنشنال درگردن. نباید. اون شبکه صهیونیستی هستش، اون دیگه مشخص بود دیگه. خیلی ها تحریم کردن اینترنشنال، نباید روزی برسه دوباره ملت برگردن به سمت شبکه تروریستی اینترنشنال. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر قابل دونستید ما رو سابسکرایب کنید، اگر هم نه فدای سرتون. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.